دوستای عزیز درود، یک شنبه خوب دوباره داریم. آقا امروز زادروز من و پسرم سپنتا بود. پس از اینکه یه جشن عالی گرفتیم با برادر خانوم گرامی و دختر خوشگلم، اومدیم یه پیاده روی توپ داشته باشیم تو جنگل. همکنون این بزغاله های خوشگل میبینید که خیلی ناز و توپلین و دارن لذت میبرن از چمن‌ها استفاده میکنن. بریم در ادامه ببینیم چی اینجا ما رو ایباغشون میکنه.